جواب قرآن به صحرای محشر میگه من به خاطر هدایت توی انسان آمده بودم، به خاطر سرفرازی و سربلندی و تعالی و ترقی تو مسلمان آمده بودم. چی جوابی؟ رسول معظم اسلام از دست اونهایی که قرآن را با آتش زدن شکایت نمی کنن، چون آنهایی که قرآن را با آتش زدن اونها جهنمیان. آتش و جهنم جایگاه اونهاست، ولی من و تو که در مقابل دفاع از قرآن خاموش بنشینیم، رسول معظم اسلام به پیشگاه الله فریاد میزنن یا رب این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. جواب پیامبر به صحرای محشر را چی میدهی تو مسلمان؟